مادر مومنا فتوای شبیبی اشاره به این کرد که معاویه تو پاچاستی پاچا خود دین خودت تبا نکنی به خاطر تعمیر زندگی دیگرا که قوما و اقارب و یار تو رشد بدی و لیکن دین خودت تبا کرده باشی. وقتی معاویه را دنو پس خط خان گریان کرد آب دیده میریخت که چی نصیحت بر ما نوشته کرده. امروز بیبی ما حقیقت مفهوم دین کی درک کرده میتونیم. افتخار دارن که ما خودگیر مقرر کردیم، افتخار دارن که ما از قوم دفاع کردیم. فلانی وکیل والا بسیار خدمت کرده، فلانی ولایت چی خدمت کرد؟ دزدی کرد، مال مردم دور داد، در یک قوم خاص در یک منطقه خاص مصرف کرده، از او که خیلی ضرورتی دیگه زیاد بود. کارای عامل منفعی که نفش به کل ملت افغانستان برسه در او باید مصرف میکرد، نه برای ولایت. کوشش میکنه مردم ما ولسوالی خود ولایت میسازیم. الله بدو است. چرا ولایت بسازی؟ چی گپ هستش؟ عدالت چی را میگه؟ این قرآن چی میگه؟ این دین چی میگه؟ کدام طرف روان هستی؟ مردم هوش داره یا نه؟ ایجی اینطور فکر میکنه که ما به آخرت رفته نیستیم، الله از پیش ما سوال میکنه یا نه که نمیکنه؟ من که میگم که ملت ما در تاریکی قرار داره. امو مبصری ما، امو کلان صاحب نظری ما را که ببینی، شما بعضی اوقاتی تبصره ها را ببینی به الله قسم کفر میگه، کفر کی ببینی پیش بینی هایی میکنه که پرسان نکو، میگه یقینی است، باز میگه یقینی است. علم غیب نعوذ بالله به خود ثابت میکنه. خدا بیخی چی معرفی میکنه؟ در اینجا قرآن خوانده نشده، مردم درک نمیکنه که دین چی را میگه. چرا به کدام بنیاد این تقسیمات شروع میشه؟ گپ در سر تقسیمات بود. برای تنظیم امور صنف بندی، تقسیم بندی ضروری است. ناحیه ناحیه کابل، علایده علایده ناحیه شود برای تنظیم امور، نه برای از اینکه فرق شود. این به این خاطری نیست. در بنی اسرائیل الله 12 نفر مقرر کرد، نقیب و تفتیش سردار. موسی علیه السلام تنظیم کنه اموره، یارا ترغیب بکنه به سوی جهاد. الله وعده محکمه گرفته بود که امروز موسی علیه السلام شما همراه شوی، راه جهاد در پیش بگیری، تنظیم کنه مردم. و قال الله انی معکم، گفت الله متعال من همراه شما هستم. امور معیتی که امو همراهی که لایق شان الله متعال است، کیفیت شما نمید. لئن اقمتم الصلاه شرط است، مطلقا نیست. اگر شما قائم کردی نماز و آتیتم الزکات داد زکات، معلوم شد نماز و زکات از جمله فرایضی است که در کل امتهای قبلی هم موجود بوده. از این معلوم میشه اهمیت هر دو فریضه در بین عبادات بدنی و مالی. عبادت نماز عبادت بدنی و زکات عبادت مالی، این بسیار رول مهم داره. و در حقیقت انسان دو رابطه داره، یک رابطه با الله، یک رابطه با مخلوق الله. رابطه با الله توسط نماز قائم میشه. کدام نماز؟ که یقینا انسان متوجه بسازه، با الله آشنا بسازه. وقتی قرآن تلاوت میشه نماز میخونی، بس دیگه صفات الله برات کامل جاگزین شود، اثراتش در قلب در اعضای دیده شود. اینی را نماز میگه. زفت و پرود نه، زفت و پروتا. و آتیتم الزکات، رابطیت با مردم توسط زکات. به اولی دست پیدا کو، با سرش انفاق کو، که حالی در مقابلت کسی میخیزه یا نه. فقیری مسکینی دوردست دو کنج دعا برات میکنه که الله مالش از ظلم ظالمان نگاه کنه، از دزدا نگاه کنه. فلسفی که احکام الله متعال که انسان دقیق شوه، میبینی که امن توسط چی قایم میشه. چی هر کس میزنه میگه در دنیا باید امن باشه. اسباب امن چیست؟ اسباب امن توسط کدام اسباب میاد؟ نماز سبب امن است، زکات سبب امن است، روزه سبب امن است. خبردار در یک روزه چقدر گپا را کنترل بکنیم، امن خود به خود آمده. دیگه وقتا جنگ جدل دو دشنام در روزه نیست، پایمال میشه، نفس کنترل میشه. عبادات الله بسیار فلسفی عمیق و قوی داره برای کی؟ تحقق امن، که در جهان امن بیاد. دنیا خو میگه که امن خوش دارم، لیکن اسباب امن هیچ جای وجود نداره. اسباب امن اسلام با آورده برای ما. حج ببینی که اوه نمونه بزرگ امن، جهان درس میده که جهان بیه اسلام اینی طور امن نمیاره. رنگا را ببینی، لهجه ها را ببینی،
مسلکا را ببینه، مردم را ببینه، منطقه را ببینه. آرام عبادتی الله تزرو به الله کلگی پشت یک امام اقتدا، یکی دیگه همینطور که شانه سخت بخوره عفوا شکرا لک یا حاجه، بس حضور خواهی بکن. درس میده اسلام که امن در جهان به کدام اسباب آمده میتونه. قرآن کریم وعده میکنه، با بنی اسرائیل الله وعده کرده بود و آمنتم برسولی، ایمان آورده به پیغمبران ما، تبعیض در بین پیغمبران نکردی، یکی را قبول دیگر را قتل، دیگر را تکذیب، دیگر را ولد زنا معرفی کردن، اینطوری کارا نکردی. نصرت الله معیت الله برایتان است. و آمنتم برسولی، ایمان به پیغمبر چی را میگه؟ تابعداری از او، طاعت از او در فیما امره، در چیزی که او امر میکنه طاعت بکن، ولی اجتناب عما زجره، از چیزی که منع میکنه خودداری بکن. و تصدیق فیما اخبره، در چیزی که خبر میده تو باید تصدیق بکنی. و قول عمل از او را از هر کس که مقدم بشماری، پیش بشماری. اونو وقت ایمانت به رسول است. امروز ایمان به رسول دعوا داریم، اما گپی قومی ما از گپی سنت رسول الله خیلی اهمیت داره. گپی پدر و گپی زن، گپی دوست ما از گپی پیغمبر که خیلی اهمیت داره. روز ما مورد امتحان الله قرار داره. یک طرف سنت رسول میاد، یک طرف گپی بچه کاکا، یک طرف سنت رسول میاد، یک طرف گپی مادر، یک طرف سنت رسول میاد، یک طرف گپی منطقه، مسلک، تنظیم. کدامش ما راحت میکنیم؟ ایمان به پیغمبر این مفهوم داره. و عزرتموهم، پیغمبرها را ایلا همونطور خالی نگاه نکن. و عزرتموهم، شما نصرت کردی انبیاء علیهم السلام، در مقابل دشمنانشان از وا دفاع کردی. و اقرضتم الله، بله دفاع کردن از پیغمبرها گپی عادی نیست، مصرف کار داره. ابوبکر رضی الله دفاع کرد، پول و پیسه خدا. زمانی که هجرت میکرد اسما رضی الله عنها همیانه را مکمل آورده بود. پیغمبر علیه السلام به ابوبکر رضی الله میگه که چی مانده در خانه؟ که این بچه خوب باز ما این را کل شما گرفتیم. گفت الله را در خانه ماند. گاهی اوقات که این بدبختا پیدا میشه به خاطر محبت علی، اینطور صحابه کرام لعنت میگه و بد میگه، مرتد برش معرفی میکنن. افسوس که شما یک لمحه زندگی ابوبکر رضی الله عنه را شما مطالعه میکردی، شما بدبختا چوچای یهود باز میدانستی که ابوبکر رضی الله عنه کدام شخصیت است، کدام شخصیت است. افسوس است، افسوس است که قدری اموش سختی ها و تکالیفی که ابوبکر رضی الله دیده شما کی میدانید دیگه. شما خو اینمو درس یهود فرا گرفته، تبعیض در بین امت آورده و زد امی امت اسلامی را پارچه شاخ کرد. یهود کار کرد در بین امت تا امروزه پارچه شاخ هستیم. نمیگذاره امی یهودی خبیث رقم در سایه پیش کرده رویسته. و اقرضتم الله قرضا حسنا، انفاق چرا الله قرض میگه؟ و قرض داد شما برای الله قرض حسنه، لازم قطعی قرض پس دادن است. از خاطر تعبیر به قرض میکنه، یعنی این مال که برای الله مصرف کرده حتما عوض یا این مال پس برات داده میشه. مال بی از الله است. کی داده تو را؟ تو از کجا کردی؟ سبا میموری مالی دست کیست؟ ولله میراث السماوات والارض. همیشه برات نمیگه وانفقوا مما رزقناکم که ما براتون روزی دادیم. الله متعال چقدر رحیم ذات است، چقدر مهربان ذات است. مال از او، تو از او. فقط ملکیت مجازی ثابت است، در تصرف تو آمده استعمالش تو میکنی. الله متعال از تو مطالبه قرض میکنه که قرض بده. آیا یک کسی که این امر الله را در نظر بگیره که الله از پیش من قرض طلب داره؟ الله اکبر. چطور انسان باشه که باز منع بکنه که نه من نمیدم؟ قرض الله چیست؟ در راه الله مصرف کن که تقویت دین الله شوه. خلاص من یقین دارم که کسی به اخلاص 1/16 پولی را در راه الله مصرف میکنه، این را یاد داشته باشه که الله عوضش به مختلف راها برش میرسانه. این نیست که پس پیسه الله برات بده، نه، عزت میده، آبروی حفاظت میکنه. الله متعال محبت تو را در قلب مردم میندازه، مردم تو را دوست داره. الله متعال تعبیر میکنه به قرض. راه دعوت و جهاد بدون مصرف مال نمیشه. از خاطر الله متعال از بنی اسرائیل هم میگه پارا گرفته بود
نتیجه چیست؟ لو کفرن عنکم سیئاتکم، خامخا دور میکنم از شما بدیهای شما را، ولا ادخلنکم، خامخا داخل میکنم شما را جنات در ترباغا تجری که جوان میباشه من تحتها، در زیر درختها قصرهایش الانهار و جویا. نعمت بزرگی که به دنیا قطعا مقایسه نمیشه و نه دنیا عوضی از او شده میتونه، لیکن یک فضل و احسان الله است. عمل کمی موتو، لحظات عمری کمی موتو، چه ارزش به پیش الله داره؟ مالی کمی موتو پیش الله چقدر؟ خب شرط است که در کدام راه مصرف شود. راه این مهم است. مال آدم در کدام راه مصرف شود دقیق شو مؤمن تو مصرف کن. الله متعال میگه ما از بنی اسرائیل می وعده را گرفته بودیم. فمن کفر بعد ذالک، کسی که انکار میکنه پس ازی، الله متعال برش میگه که اینی شرایط پورا بکنه، منکم از جمع شما، فقط ضل سوا السبیل، یقینا خطا شده از راه مستقیم. راه مستقیم از پیشش خطا شد، حالی که راه مستقیم اله شد در چاهای هلاکت میفته. فبما نقضهم میثاقهم، پس به سبب میده کردن از یا میثاقهم، وعده محکمی خدا که همی وعده بود که نکنی بنی اسرائیل، عزت و سرفرازی امرای شماست، شرطش است که اینی کارا را در سر برسانید. لیکن اون مردم نه، در بین انبیاء علیهم السلام تبعیض قائل شدن، پیغمبرا را نصرت نکرد، بلکه عیسی علیه السلام را گرفت در دار بالا میکردن. پیغمبر علیه السلام نصرتش نکرد، شبهات در مورد دین پیغمبر شروع کرده بودن انداختن. می آمدن با اهل مکه در خود کعبه گفتن که دین شما بهتر است از دین رسول الله کردن. تعصب قومی واداشت او را که شرک و بت پرستی را بهتر بگوید از دین توحید که خودشان داشت. خودشان هم دین توحید بود، بعد از او تحریفات شده بود، اصلا دین توحید بود، اما قوم پرستی تعصب قومی وادار ساخت. امروز هم عیناً همون چیزاست، تعصبات قومی است. کفر خوش داریم به خاطر تعصب قومی، دست با هر بر قدرت ظالم میدیم به خاطر تعصب قومی که او در پاچایی نرسه، او وزیر نشه، ای وکیل نشه. تا که کلشان یکیشان غلام یکی خدا جور میکنه، دیگهش غلام دیگه، هر کدامشان فقط مطابق گفتاری از او عمل میکنه. فبما نقضهم، پس سبب میده کردن بنی اسرائیل میثاقهم، وعده محکمشانه، لعناهم، ما الله میگه ما لعنت کردیم، یعنی دور کردیم از رحمت خود. مسخ کرد، مسخ چهره هایشان الله متعال مسخ کرد، عذابای دیگری گونه بالایشان آورد. و جعلنا، خب بدترین عذاب کدام عذاب است؟ بازم یک کمی عذاب در رنج ببینی، لیکن بازم رای توبه برات آزاد باشه، موقع پذیرش دین باز برات میسر باشه، بازم انسان بدبخت نمیشه. اما زمانی که راه ها سرت بسته و مسدود شد که دیگر راه حق پیدا نمیتونی، این بسیار سخت جزاست. قرآن کریم از این خاطر میگه و جعلنا قلوبهم قاسیه، ما گردانیدیم دلهای از یارا سخت محکم که آلی وعظ ما سرش تاثیر نمیکنه، قاسیه شد، دل محکم شد. الله متعال به هر کس استعداد پذیرش داده، لیکن گاهی اوقات امی استعداد پذیرش در سر حد میرسه که مور و لاک میشه. ختم الله علی قلوبهم. پیغمبر علیه السلام از این خاطر میفرماید یک حدیث، انسان که گناه بکنه یک داغ سیاه پیدا میشه در سفیدی قلبش، اگر زود توبه کرد همون داغ از بین میره، اگر توبه نکرد گناه دیگر را جلب میکنه، این داغ اضافه میشه. گناه در سر حد میرسه، در سر حد میرسه که آلی گناه را ثواب میدانه، افتخار سرش میکنه. در سر حد میرسه که خوب و بده باز تمیز نمیتونه. دمی جنگای داخلی چی بگویم، در راگیری در زمان مجاهدین که دروازه ها را جور کرده بودن، از دستی که حرام خوردن، گناه کردن، قتل کردن، دزدی کردن، همه گپا را کردن، آنقدر مسخ شد چهره های از یا عقلای از یا که سر همی کارهای خود افتخار کردن. نعوذ بالله. گاهی یکیش خود الله معرفی میکرد، دیگهش چی؟ رسول الله. از یکی دروازه ها را یک دوست برای ما قصه کرد که مولوی صاحب ما لبار کرده بودیم، وقتی که عسکر آمد که بیاره پرته اینطور چیزی را برای ما گفت که ما سنجش کردیم که قیمتی امو جنس از او کده یکی بر دو از ما میگیره. حیران ماندیم، گفتیم بلیازی الله شما یک کمی سر ما رحم. گفت الا اونجا الله است، اونجا الله است. الله این لیازی الله را پیش کرده، چی برش میگی؟
گفت او وقت بر ما مثلا 2 لک گفت 4 لک از طرفی ما شد. ما لاستم نعوذ بالله. تا این سرحد مردم رسیدن. در این افغانستان کم حالت نامده. ایرانجایی که ما امروز میکشیم گپ عادی نیست. در این وطن آنقدر کفریات جا گرفتی پرسان نکن و مردم هیچ کس مقابل نخیست، بلکه امی او خبیث او قماندان زناکار قاتل دزد 4 رئی بشرعی. خب بچه تو آجی، بچه تو ملا، بچه تو ملک در گردش بادیگاردش بود، تو تقویت میکردی. خب 1 نفر بود. دمی افغانستانی ما همینطور حالت تیر شده. از اون خاطر این تکلیف هاست. دلها قساوت قلبی طور پیدا شده. شما باور به الله بکنه. به 1 نفر یک چیزی میگفتم، مرا چی میگه؟ برو این گپای ملایی تا دیگه جای بزن. برو. برای ما این گپای نه تاثیر داره نمیشنویم. به خاطر همین دروازه رفته بودم، ریشسفیدا را گرفته بودم که من برش میگفتم که اینمی کار نکنه. این راگیری است. مخلوق الله بسیار در چی آمده؟ فریاد آمده. الله متعال حکمت کافر از بین نمیبره، حکمت ظالم از بین میبره. این را یاد داشته باش. اینی حالتتان باقی نمیمونه. من براتان میگم. گو برو این گپای تا دیگه جای بزن. چی گپا برام گفته راستی؟ همین قسم ریشسفیدا بیچاره خیستیم دیگه بر آمدیم. و الحمدلله روز هفته تیر نشده بود که پچاقایش پرید. هفته تیر نشده بود. اما سرحد آمد. بنی اسرائیل همینطور بود. یحرفون الکلمه عن مواضعه. اثر اینمی قساوت قلبی در سرحدی رسید که در کلام الله تغییرات آوردن، تحریف کردن، ام لفظی ام معنوی. تحریفات لفظی کردن، چیزی که از جانب الله نبود را داخل تورات کردن، داخل انجیل کردن. بنی اسرائیل همی کار کردن. تحریفات معنوی کردن، صفات پیغمبر علیه السلام تغییر دادن، احکامی که سخت‌تر بود را آسان گرفتن. رقم کارا کردن. تاویلات فاسده، تاویلات غلطه برای اثبات شرک و برای امی کارای خود تاویلات غلط شروع کردن. الله رحم بکنه. شما باور به الله بکنه آلی امان بود تاویلات در قرآن کریم شده رئیس. آیت قرآن یا که نعبدو و یا که نستعین است. هیچ گپی دیگر نداره. خاص تو را عبادت میکنیم یا الله، یعنی عبادت حقی توست، کسی دیگری مستحق عبادت نیست. و یا که نستعین، خاص از تو طلب امداد میکنیم ما فوق الاسباب. باکش نوشته کنه اگر کسی ذوات فاضله را مستقل ندانه و از پیشش طلب بکنه دعا را پروا نداره. این از کجا گفتی؟ قرآن خود صراحتا چیخ زد که و یا که نستعین. این از کجا پیدا میکنی؟ تاویلات فاسد برای اجرای اونمو مسائلی که خود انجام میدی. چقدر تاویلات میکنن در حدیثا، در آیتای قرآن کریم. او آیتی که موافق خودش باشه هیچ از یادش نمیره. در مقابل تی استعمال میکنه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. پیغمبر میگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب یا بفاتحة الكتاب. حدیث میاد پیغمبر مستثنا نکرد، نه مقتدیره، نه بگه امامه، نه تنها گزاره، کل گیره گفت که نماز بدون فاتحه نمیشه. آیت برات پیش میکنه وی اینجا که اذا قرئ القرآن فاستمعوا له میشه. مولا صاحب امی آیت تنها بم است. تو که نماز صبحی قرائت شروع کردی مقتدی چی گفتی؟ تو را بالله قسم مقتدی در صف میاقتی تو سنت میخونه. اونجا قرئ القرآن نیست، فاستمعوا له نیست. تعجب است. مسخ میشه امی عقل انسان مسخ میشه. تفکیک نمیتونه. فتنه خوب نیست، اختلاف خوب نیست. تو که اونجا در عربستان میری کدام قسم نماز میخونی؟ موافق ازوا یا موافق خودت؟ کدام رقم میخونی؟ اون مرکز دین است، بعد اونجا مخالفت نشوه. اگر در فروعات مخالفت شوه، در مسجدهای خرد و قدر اثرات منفیش زیاد نیست. در مرکز دین تو باید مخالفت نکنی. مخالفت مرا مخالفت فتنه میگی، مخالفت خدا فتنه نمیگی. او را عین دین میدونی. عجیب انصاف است این وطن. الله رحم بکنه. تاویلات فاسد است. در آیت تاویل، در حدیث تاویل، رقم و نسو حظا مما ذکروا به. فراموش کردن حظا امو حسره، یک حسره مما از کتاب ذکروا به که برشان نصیحت داده شده بود. یک حصه از کتابی که نصیحت داده شده بود که را بیان کنه او را فراموش کردند. بعد چی گذاشتن؟
ولا تزال تطلع همیشه استی توی پیامبر علیه السلام اطلاع حاصل میکنی علی خائنة منهم بالا یک خباست پنهانی از یا خیانتی از یا منهم از زمین یهودا الا قلیلا منهم میگه مگر خیلی کم طایف از یا مثل عبدالله ابن سلام رضی الله عنه باره. پس وقتی که خباست ها را این مردم میکنن ماندنی نیست، فتنی از یا فساد از یا آرام شدنی نیست. یا خو قطی کتابی الله جفا کرده قطی تو خو هیچ وفا نمیکنه. چرا؟ یک حصه از او کتابی که برش داده شده بود کی را بیان کنه بیان شده بود یا بیان نکردن، پنهان کردن، حقیقت از مردم پنهان کردن، صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم برای عوام بیان نکرد. چرا؟ می ترسیدن که عوام کلگی میفهمه میره به پیغمبر ایمان میاره. امروز هم ملا صاحبای ما میفهمه که اگر ما اصل حقیقت بگیم باز ما نیستیم اینجا. چرا اینطور میکنه؟ فراموش کردن عبارت از عدم عمل است. عمل نکردن به آن چیزی که در کتاب برشان داده شده بود که را شما بیان بکنید. معلوم شد یهود در یک موقع آرام ننشسته، همیشه در خیانت اسلام است. لیکن الله برای پیغمبر خود چی دستور میده؟ موقع جهاد نیست یا خود در ظاهر خدا مسلمان گرفته، لیکن پشت سر کارایی میکنه که پرسان نکن. فاعف عنهم، عفو بکو از یاد درگذر بکو، زیاد تجسسی از یاد نکن، پشت گپای از یاد نگر. چرا؟ وقتی تو ضایع میشه فایده نداره. اثری اینمی تجسسی تو یا مقابله تو منفی است، عام مردم درک نمیکنه و فایده غلط میگیره. ما که در مناظره قطعی بعضی بدبختا نمیشینیم با می خاطر نمیشینیم و مناظره خیلی که به حق تسلیم شوید و خود میگه اعلان میکنه که به حق تسلیم نمیشه. با مسلک شما با یه جواجه که قرآن سر ما نازل کنی وحی نمیشیم. خیر مناظره نیست، مجادله است. وقتی خدا چی راضی کنیم؟ چرا درسای خدا تعقیب نکنیم؟ ها؟ باز امرای تو اگر شیشتیم یک دفعه آوازه را بلند میکنی که سعی کن. عوام بیچاره خود تالی را تفکیک نمیتونه. اینه یا مذهب قبول نه، کتاب قبول نداره. مردم عوام چی میگه؟ چی میگفته؟ میگه ای آلی شما بگوی کسی که 20 رکعت نمازه 8 رکعت بخونه 12 رکعت این کار کنه کافر است یا نه؟ عواما میگه کی راست میگه. 20 رکعت نماز شما بگویید دیگه که 20 رکعت نماز باشه 8 شب بخونی 12 منکر شوی کافر است یا نیست؟ صبح کی 4 رکعت نماز است 2 رکعتش فرض است یک شب بخونی یک شب منکر شوی نخونی کافر است یا مسلمان؟ پیشین 4 رکعت فرض است اگه 2 رکعت بخونی چه رقم تعبیر میکنن؟ یک جای ما رفتم یک آدم خیلی همینطور وار خطا آمد مولی صاحب آلی راست میگه شما 8 رکعت میخونی؟ چرا اینطور وار خطا است؟ آلی راستی 8 رکعت میخونیم؟ بله 8 رکعت میخونیم. آلی چرا؟ این 20 رکعت نماز نیست، این 12 رکعت شما. آلی چه رقم این کفر نیست چی است؟ من برش گفتم چند رکعت است نماز؟ اول تثبیت بکن که چند رکعت است، باز که ما نخواندیم باز تو ما را ملامت کن. باز شاندم شه کم کم فهماندم شه خو گفتی آخو ما را اینطور بگه که نماز 20 رکعت است یا 12 رکعت شب کار میکنه 8 میخونه.